خب این گیر نکرده، اما چون سربش اینقدر نه درشته نه ریز، امکان گیر کردنش خیلی کمتره، یعنی گیر کنه و دیگه در نمیاد. چند بار تکرار میکنیم انشالله که موفق بشیم. بچه‌ها میخوام امروز با تور بگیرم، ببینم با تور میشه یا نه. تو جریان آب، البته تورم ریزه، درش نیاوردم، درش امتحان میکنیم امروز، ببینیم که میتونیم با این بگیریم یا نه. یکی بود در رفت، خب اشکال نداره، چون درش نیست درش رو رد میکنه. مجدد امتحان میکنم. خیلی ریز رد میکنه یا خیلی درشت رد میکنه. شیوه تور بستن هم ببینید به همین طریق. البته تو سه نوع دیگه هم هست که موشکی هم میگن میبندن، اما موشکی زیاد جواب نگرفتم، من امتحان کردم. چند بار باید این مسیر رو بری بیای تا یک بار موفق بشی. البته من بارها شده حتی ماهی درشترم از همینجا گرفتم با تور و سرب سنگین. خوبه که هر چند دقیقه یک بار محل رو ترک کنی و مجدد بیای این کار رو تکرار کنی. الان گرفت و دوباره مجدد فرار کرد، روی که مشخصه تور خیلی ریزه، ولی خب من دست از تلاش بر نمیدارم که موفق بشم
بگیرم، چه بسا کوچیک، متوسط یا هرچی. خب نگاه کنید، همونطور که گفتم سایز ماهی خیلی ریزه. چرا؟ به خاطر اینکه تور ریزه. نگاه کنید، اینطور بعد تور رو باز کنید خودشون باز میشه. استور داره فرار کنه. خب مجدد یکی و دو تا گرفتم. اینجا داریم، این دو تا با هم اومد گرفتم. این جوری در رفت، حتی از تورم کشید بیرون، اما یعنی به تور گیر نکرد. از تور پرید بیرون. موفق شدم دو تا دیگه بگیرم و همین چند دقیقه و این 5 تا دیگه 7 تا شدن. سعی کنید نوک کاسه چوب ماهیگیریتون رو بیارین تو آب بچسبونید که قشنگ تور بخوابه رو زمین، تو کف آب. اینجوری شانس موفقیتتون خیلی بیشتر میشه. حالا کنید یه رو که گیر میکنه اینطور میشه. میتونیم بخونیم وقتی که میندازین سعی کنید چوب ماهیگیری رو بندازید ته آب که تور بخوابه دقیقا زیر کف رودخونه. به این طریقه که ماهی‌ها یکم زیر آبن، زیر سنگ و لا هستن، میتونن اینطوری گیر کنن به تور. تا همین 10 دقیقه 5 دقیقه که من اینجا هستم میتونم بگم اگه تورم درشت‌تر بود، یه مقدار از این ریزی از این درشت‌تر بود، یعنی یه سایز از این درشت‌تر بود، خیلی بیشتر ماهی گرفته بودم و ماهی درشتری گرفته بودم. خب اما کاشی به از هیچی، بالاخره تلاشمون رو میکنیم. تلاشمون رو میکنیم که البته بگم اگه تور درشت هم میآوردم، خیلی درشتر، شانسی نداشتم برای ماهیگیری. من تمام تلاشم میکنم که حداقل
خیلی خوب.